درود بر دوستان میگن که این آقای محمد رضا شاه پهلوی بحرین از ایران جدا کرد، خاک ایران رو سپرد به اجنبی و چه خیانت بزرگی کردی محمد رضا شاه پهلوی. چه محمد رضا شاه پهلوی که بابا جون این بابا سال 50 اوج اقتدارش بوده، بابا همون دوره بوده که کسی بود که برای یه سنت پولی نفتش کم نمی‌کرد، ارزون نمیداد به کسی. مثل این نبود که همجوری دارن نفت ایران و سرمایه ایران رو مفتی میدن به چین و روسیه و فلان و اینا، فقط میخوان خودش نگردن. یه سنتش کم نمی‌کرد، بعد بیاد خاک ایران رو بدید بره و منو تو باید قبول کنی. آره چون محمد رضا شاه غیرت نداشته. کی غیرت داشته؟ خمینی غیرت داشته، خامنه‌ای غیرت داشته، اینا ارق ملی داشتن و محمد رضا شاه ارق ملی نداشته. اینایی که تو صدا و سیماشون وای دیگه چقدر بی شرم و حیا، وقاحت به چه حد دیگه، تو صدا و سیمای خودشون نمادهای ملی ایران میاد بگه همین دو نفرن، دوتا مجری مهران غفوریان اون یکی هن. این کلی آدم پشتشه، نویسنده و کارگردان و فیلم بردار، همه اینا بودن. اینا هدفمنده نمادهای ملی ایران. بیایی با سنگ بزنی. بعدم میگن آقا اینا که هدف نداشتند که، اینا همجوری بی منظور بوده. اگه بی منظور بوده میخواست بیایی حرم 6 گوشه امام حسین ها میذاشتی بی منظور، صحنه سرای امیرالمومنین ها میذاشتی، بین الحرمین ها میذاشتی، اصلا اونا هیچی. حرم سوخته یه همین خمینی سوخته یه میذاشتی و با کفش میزدی، با سنگ میزدی، با بدتر از سنگ و کفش و اینا میزدی. حرم خمینی سوخته یه میذاشتی اگه بی هدف بود و بی منظور بود. همش هدفمنده این کارا که شما میکنی. بعد محمد رضا شاه غیرت نداشته، اینا غیرت داشته. بیاییم ما ببینیم مثلا این خلاصه بگم از این بحرین براتون که این چه جوری شد جدا شد، که آیا واقعا محمد رضا شاه جدا کرد؟ یعنی خاک ایران محمد رضا شاه فروخت به بیگانه ره؟ اصلا پای گذاره این داستان هم میشه خوبشه بگی شاه اسماعیل صفوی، همین بنیان گذاره شیعه اثنا عشری در زمان شاه اسماعیل صفوی که سرش گرمی این بود که آقا شیعه را قدرت بده و آخوندا بیارد و معجزه درست کنه از امام رضا و از امام حسن و از امام حسین، پرتغالی ها اومدن منطقه جنوب ایران، دریای ایران دست گرفته. گذشته رفت شد دور شاه عباس. شاه عباس یه اقتداری داشت، رفت با انگلیس‌ها یه قرارداد دست گفت آقا بیاین شما هر جوری میخواین از خلیج فارس استفاده کنید برای خودتون، برای حق ایاب و ذهاب و اینا هم نمیخواد بدین، تجارت آزادم داشته باشین، اما بیاین به من کمک کنید تا این پرتغالی‌ها بیرون کنم. اومدن و کمک کردن و پرتغالی‌ها رفتن بیرون، انگلیسی‌ها شدن اینجا حاکم جنوب ایران. حاکم که نه، زیر نظر شاه عباس. کم کم قدرتی صفویه کم شد، انگلیسی‌ها شدن همه کاره جنوب ایران. گذشته رفت، صفویه رفتن، بعد همه کار انگلیسی‌ها بودن. نادر شاه دوباره برگردون اقتدارا، دوباره نادر شاه را کشتن، یه تیکه کریم خانه زندون، اینا اقتدار برمیگشت تا شد این قاجاریا که اومدن. آقا محمد خان قاجار دیگه وقتی که اومد حاکم شد، سرش گرمی شمالی ایران بود و جنگا با روسیه و عثمانی و فلان و اینا، جنوب کلن از دستش رفت بیرون تا کی؟ تا شد زمان فتح علی شاه قاجار. زمان فتح علی شاه اومدن انگلیسی‌های فتح علی شاه برای یه تکونیم داد که بابا این جنوب مالی ماسو فلان و اینا. انگلیسی‌ها اومدن با فتح علی شاه یه قرارداد بستن که آقا حق مدیریت تنگه هرمز و جزایر سگانه و بحرین با ما باشه. انگلیسی‌ها گفتن اما حق حاکمیتش با شما. این نمونی کردن از حق حاکمیت هم دیگه تموم شد سال 1820 رسما میشه بگه اون زمان بحرین از ایران جدا شد. اون روز نه رضا شاهی بود نه محمد رضا شاهی، دوره فتح علی شاه بود. یعنی در سال 1820 شیخ سلمان بن احمد با انگلیسی‌ها یه قرارداد بندید که ما تحت الحمایه شماییم. انگلیسی‌ها هم قبول کردن و امضا کردن قرارداد، اومدن انگلیسی‌ها یه پرچم زدن رو تاقی بحرین از همون جا دیگه رفتنی شد دیگه. هر کی می‌خواست تو سر مغزش بزنه بی خودی میزه. حالا انگلیسی‌ها فقط بحرین که نگرفتن، جزایر سگانه، تنب بزرگ، تنب کوچک، جزیره ابو موسی، یعنی تنگه هرمز، همه این منطقه دست انگلیسی‌ها بود.
گذشت و یه تیکه مصدق شد وزیر امور خارجه آخر دولت قاجاریا یه تکونی خورد نامه به سازمان ملل داد، فایده نداشت. دوره رضا شاه سال 1300 هر یه تیکه نامه دادن، فایده نداشت. شد دوره محمد رضا شاه پهلوی. دوره محمد رضا شاه پهلوی دیگه همه جوره با هر جوری میخواسته حساب کنی، هم عربا قدرت گرفته بودن و جمال عبدالناصر هم بهشون به ها میداد و هی شارژشون میکرد. یعنی اول کسی که کلمه خلیج عربی ها تو گوشتون داشته باشین، نه هیچ وقت یادتون نره، شاید نشینده باشین جایی تا حالا، اول کسی که اسم خلیج عربیه به زبون آورد همین جمال عبدالناصر بود که این خمینی مریدش بود. جالب اینجا فقط از اون درس میگرفت دشمنی با اسرائیل. چرا؟ چون که اسرائیل اینجا با ایران یه ارتباطی برگزار کرده بود. این جمال عبدالناصر هم یه ناسیونالیست عرب پرست بود، در از عرب بود دیگه خودش. به خاطر اینکه ایران با انگلیس با اسرائیل رابطه داره لجبازی کرد و خلیج فارس هم اسمشو گذاشت خلیج عربی. عربا هم کم کم کشورشون کشور داشت میشو. هیچی دستی شاه نبود، هیچی. شاهش اسم خودش فکر کرد چیکار کنه، سیاست و مردونگی و غیرت. اینجاسا سال 1336 اصلا هیچی بحرین اصلا از ما نبود. اومدن دو تو مجلس یه چیز تصویب کردن که آقا استان 14 ایران بحرینه. آقا بحرین صداشون در اومد، انگلیسی صداشون در اومد، 4 تا دیگه کشور صداشون در اومد. بابا 150 ساله بحرین از ایران جدا شده، چی استان 14 شما؟ نه استان 14 ما همین است که ما میگیم. قدرت گرفته و شادیه تیم حدودهای زمانی. نه و نو این بگو جالب اینجاست. هر جا مصاحبه، هر چی روزنامه، هر چی کتاب، هر چی نامه رد و بدل میشه اینجا هی میگن 150 سال بحرین از ایران جدا شده. قابل توجه اونایی که میگین محمد رضا شاه جدا کرد، همیشه میگن، همیشه و همه جا تو هر نامه میگن 150 سال جدا شده. سال 36 به قول خودمون چکا میندازه تو پاچشون. حالا چرا؟ این میدوند، شما میدوند که برای بحرین نمیشه کاری کنی. اما اون زمان انگلیسی ها فقط بحرین نگرفته بودن که 3 تا جزیره گرفته بودن و پرچمای امارات زده بودن تو جزیره. تنبی کوچک و تنبه بزرگ و جزیره ابو موسی پرچم امارات زده بودن اینجا که امارات هنوز کشور نشده بود. از اونورم عمان و بحرین و همه با هم شده بودن. یه شاه بود تنها، اما مرد بود این شاه. این داستانه اجرا کرد که بحرین مال ماست، کوتاه هم نمیمه. اومدن سراغش حالا بیان التماس کنند، گفت به مرگ میگیریم تا به تبراز شد. این داستانه بود که شاه انجام داد، به مرگشون گرفت تا به تبراز شد. گفتن آقا از بحرین بیا بیرون، باشه 3 تا جزیره مالی تو. گفت باشه. اما جالبه باشدش هم همینجوری راحت نبود، چیزی مالش نبود ها، از بحرین برای خودش بود. اما خب دیالا چی میگو؟ نه اگه مردمی بحرین خودشون قبول کردن منم میگم باشه. گفتن خب باشه. سازمان ملل در 14 دی 1147 نه سازمان ملل در 10/1/1149 یه نظر سنجی از مردمی بحرین گرفت که مثلا شما میخواین برای خودتون باشین یا میخواین با ایران باشین. گفتن میخوایم برای خودمون باشین. سازمان ملل اعلام کرد که آره اینا میخوان برای خودشون باشین. توی مصاحبه شاه داره در تاریخ 14 دی ماه 1147 تو مصاحبه قشنگ نمیگه 150 سال پیش بحرین انگلیس از ما جدا کرد. فقط این کلمه 150 سال یادتون نره. سازمان ملل استقلال اینا اعلام کرد و سال 49 دیگه رفت و اومد و یا خود بحرینی هم میمدن ایران یا خود ایرانی هم رفتن اونجا و مرداد ماه 1150 بحرین از ایران جدا شد. اما به چه قیمتی؟ اون که جدا بود گفتن آقا 3 تا جزیره مال تو. اومد رفت سراغ 3 تا جزیره. سال 1346 انگلیسی‌ها گفتن ما می‌خوایم از خلیج بریم. دیگه شاه قدرت گرفته بود دیگه، ما می‌خوایم از خلیج بریم. شانی روش آورد که تا انگلیسی‌ها رفتن بیا تو 3 تا جزیره. به اماراتی‌ها گفت پرچماتونو بکشین پایین. اگه نمیام میکشن پایینا. پرچماتونو میکشن پایین، بکشین پایین پرچما رو. نکشیدن پایین که هیچی. یا خود نیرو هم تو همین بهبهی که انگلیسی‌ها داشتن میرفتن اماراتی‌ها میمیدن. اما دیگه این شاه اون شاه نبود که کسی بخواد. این شاه اسماعیل صفوی نبود.
این شاه سلطان حسین صفوی نبود، این شاه خمینی دجال نبود، این شاه خامنه ای نبود که همه ایران رو واگذار کردن. آب و برق و نون و همه ایران تا به جایی رسیده که ناموسمون هم دارن در اختیار کشورهای عربی میذارن. اینا آخری کثافتن. این آخوندا خمینی شیاد و خامنه ای شیاد، اینا آخری کثافتن. اینا آخری بی غیرتی و بی تعصبی هن. شانی روش آورد پشت تنبه کوچک و بزرگ و ابو موسی 3 جزیره را یه درگیری هم اینجا شد. 3 کشته دادن ایرانی ها، چند تا کشتن تو تنبه بزرگ، چند تا کشتن اماراتی دادن. ایران مسلط شد رو 3 جزیره، پرچم امارات کند و انداخت با اینو پرچم خود ایران ها، شیر و خورشید ایران ها به بلندترین جای جزیره بنا کرد. و این شد که از فکرش استفاده کرد که جزیره مال ما باشد، که حالا اماراتی دوباره سر در آوردند و سر از تخم در آوردند که این جزیره مالی ماست. و این یه خیلی کوتاهی بود که بازم من هم رضا به ما کردم. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام